جهان شده از دل سلامت میکنم. میچرخم و میرقصم و مینوشم از این جام، نوش و جوش عاشقان تا عرش تا بالا رسید. حیلت رها کن عاشقا، در دل و جان خالی کردی. دلان از دل کسی بنشین، تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم. هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. به نام خدا. سلام، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در چند برنامه گذشته برنامه‌های نیستان تلاش کردیم تا با زبان شیرین فارسی و اشعار گوهربار فارسی بیشتر آشنا بشیم. امروز همین فرصت به ما دست داده. در کنار شما هستیم، با ما همراه باشید. به نام خدا و با عرض سلام به حضور همه شما عزیزان صاحب دل، در خدمت شما نازنینان هستیم، باز هم با غزلی از مولانا جلال الدین، شاعری که طبیب روحانی ماست، شاعری که همه امراض روح و جسم ما رو شناخته و میگوید آن طبیب خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا می آزمود و گفت طبیبیم و حکیمیم ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را که ز غم باز خریدیم، طبیبان الهیم ز کس مزد نخواهیم، بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم. در خدمت شما هستیم با همطور که عرض کردم با غزلی از مولانا جلال الدین که می‌فرماید اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند. اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند. ظاهراً قرار بوده حلقه عشاق مولانا، عاشقان مولانا همه جمع بشن. مولانا در قونیه باغی داشته و افراد صاحب دلی که از محضر مولانا و حضور مولانا بهره مند می شدن و این حلقه اتصال لعاشقان در کنار هم تماماً تراوت و زیبایی است. گفت جنس‌ها با جنس‌ها آمیخته، زین تجانس زینتی انگیخته. موقعی که انسان‌ها یه اهل دل، انسان‌هایی که سنخیت روحی دارن، تجانس دارن، تفاهم دارن، همدلی دارن، حضورشون و مجاورتشون و مصاحبتشون پر از تراوت و زیباییه. مولانا با احساس خوشحالی میگه اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند. اون عزیزانی که میتونن ناز کنن. ما یه معشوق داریم که ناز میکنه، ما هم به عنوان عاشق بایستی ناز بکشیم. مولانا در جای دیگری میفرماید گر ناز کنی خامی ور نازکشی رامی، از نازکشی یا بی آن حسن و ملاحت را. نمیخوای به اون معشوق برسی، بایستی ناز بکشی. و حافظ می‌فرماید نازها زان نرگس مستانه میباید کشید، این دل شوریده گر آن جعد و کاکل بایدش. دل نوازان ناز نازان درن، دل نوازان
دلنوازان نازنازان در رهند، گلعذاران از گلستان میرسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. نیستان چه کسانی هستند؟ نیستان اونهایی که تمام اندیششون خور و خوابه. ای بسا بیدار چشم خفته دل، خود چه بیند دید اهل آب و گل. خفته بیدار باید پیش ما، تا به بیداری ببیند خوابها. پس اشاره میکنه که انسانهایی که اهل آب و گلن گیرم که بینایی دارن، ولی بینایی که فقط سود و سودا، فقط آب و گل عالم خاک رو میبینه، که اون بینایی نیست. پس اونهایی که به معنای واقعی حیات دارن، اونهایی هستن که چشمشون یک جمالی رو و حقیقتی رو و زیبایی رو دیده. این هست و نیست رو ما در کلام عطار هم میبینیم. میفرماید بلبل شیدا در آمد مست مست، از کمال عشق نه نیست و نه هست. میگه بلبل اون عاشقی است که عاشق شده ولی به مقام نیستی کامل نرسیده، به مقام فنا که آخرین مرحله سیر و سلوک هست نرسیده، که گفتیم طلب و عشق و معرفت و استغنا، توحید و حیرت و فنا. فنا آخرین مرحله عشقه. میگه از کمال عشق نه نیست و نه هست. نه کاملا هسته، یعنی داره کم کم از این خودخواهی و از این هستی و این انیت خودش بیرون میاد. از کمال عشق نه نیست و نه هست. پس اندک اندک زین جهان هست و نیست. نیستان رفتند، هستان میرسند. نیستان اونهایی که همینطور که عرض کردم تمام تعلقات دنیوی رو دارن. اینها چون این عالم مبدل به نیستی میشه، این تمام تعینات و تمام علاقش هم مبدل به نیستی میشه. و انسانهایی هم که تمام اندیششون همین اندیشه هست، همین خور و خواب هست و اندیشه های دنیوی، اینها هم مبدل، اینها هم نیستن. همین حالا بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، اینها همین حالا هم نیستن. پس نیستان رفتن، هستان میرسن. اونهایی که حیات واقعی دارن، زندگی جاودانه دارن، اونها میرسن. پس اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسن. اندک اندک جمع مستان میرسن، اندک اندک جمع مستان میرسن. اندک 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 جمع مستان میرسند. اندک 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 می پرستان میرسند. اندک اندک جمع مستان میرسند. اندک اندک می پرستان میرسند. دلنوازان نازنازان در رهند، گلعذاران از گلستان میرسند. اندک اندک جمع مستان میرسن، اندک اندک جمع مستان میرسن.
تا نیستانی دیگر همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.